ببین آقا پدرام، تو نه تنها به نظرات من توجهی نکردی، یه کاری کردی خودم وارد عمل شم. آقا من چند وقت دارم تو یوتیوب فعالیت میکنم و وقتی دیدم که دوستان ویدیوهای منو نمیبینم فهمیدم که ویدیوهای بنده به شدت یه ضربه بد به ما شد و مثل این میمونه که یه ترلی بیاد منو زیر بگیره. داداش بیخیال پست گذاشتن شد، اینجوری اصلا هیچ فایده ای نداره. نه تو نباید تسلیم بشی و باید یه ویدیوی خوب درست کنی. و اونجا بود که بنده فهمیدم. سلام جوش اومده جی، کسی چای نمیخواد؟ و بعد از کلی تحقیق کردن و فکر کردن در مورد که چه ویدیویی بذارم فهمیدم که باید کلا سبک ویدیومو عوض کنم و تبدیلش کنم به اینکه بیام مثل هاچ پاندا و پدرام نایتو خیلی از اراذل دیگه استریم بذارم و یه کمی هم مسخره بازی در بیارم. بعد 6 7 سال نسخه جدید این بازی حالا من دارم پلی میدم. یادم قبلا اینترنت وقتی وصل کردم تبلیغات میاد، اونم بازی‌های سگا. من یکی از اینا رو نصب کردم، دیدم یه نینجای سفید پوشی داره تیرای نینجایی پرت میکنه و شمشیر میزنه. تنها چیزی که یادم همینا بود آجی. به به آجی، عشق فقط سگا. او مای گاد، شینوبی هنر انتقام. خب آجی بریم سراغش ببینیم دقیقا چی تو چنته داره. خب آجی بذار پلیش بدیم ببینیم چطوریاست. استارت گیم آپشن چیه بذار ببینم. شینوبی میشه آجی بذار ببینم. فکر کنم کاراکتر تغییر میده آجی، فکر کنم آره. حالا برش کن، من این موضوع کار ندارم، مثلا همون شینوبی بریم. به به فضا سازی رو عشق است آجی. به به. خب سلام اراذل عزیز و گرامی، بنده شینوبی هستم. Hello, dear. Beautiful morning, isn't it? اوه خانم آجی، خانم. خیلی خب من برم. خانم جان فعلا شما که کاری نداری ها؟ کار نداری با ما؟ با اجازه ما رفتیم. Sensei, good morning. ای واسه ببینم چی؟ دختره حاجین واسه ببینم چقدر شبیه پسر اسکورپین. ای کجا غیب شدین؟ باش من نمیفهمم واقعا چرا هم چیکار میکنی. آقا جان من همه اینا رو واردم دیگه، چرا اینجوری میکنی با من؟ آش میگی بارا بابا من خودم اینجوری هم بابا. بیا چیه فکر کردی خیلی الان بیا یه فنی میکنم. نیا کردی با بچه طرفی بیا اینجا بینم. بیا آجی. آجی یه تیر بهش یه لگد میزنی میبینن آجی داستان چی. دمج خوردم لامستم. He said they're here for the whole clan? بابا ول کن منو تو هم دیگه، اینقدر هی هرس میده آدمو. خیلی خب آجی بریم ببینیم اینا چمردن چه. آقا اینا چرا دارن تکثیر میشن؟ وای حاجی آهنگش فقط آهنگ پس زمینه رو دارین که. حالا چی؟ واسه ببینم. یا خدا اشتباه کردم، غلط کردم من. بیا فکر کردی خیلی واردی؟ دقیقا آجی تنها چیزی که من از اون نسخه قدیمی یادمه همین آجی. ای لگن میزد. تنها چیزی که ازش یادمه همین آجی. نش میده. اوه آجی اینا چیزن. آره اینا. بیا الان واسه یه تیرش میزنم. بیا دیدی مثل همون نسخه قدیمیش همینطوریه.
حاجی واقعا مطمئن نیست سخت ترین بازیه؟ کجاش سخته حاجی؟ من نمیفهمم واقعا کجای این سخته که من بیا دیدی؟ حاجی فقط تنها چیزی که نداشتیم بازی فقط و فقط همین بود. این بود که شمشیر اصلا مثل آدم استفاده نمیتونستم بکنم. یس حاجی بس ببینم چی؟ به شاگرد من دست بلند میکنین ها؟ دارم براتون حاجی. اینا چیه؟ نشور دانه قرمزن حاجی. چی میگه؟ میگه چیو بزن؟ الو البی و آربی و نگه دار. بزنیم چیکار میکنه حاجی. جان حاجی مورتال کامبت مگه؟ حاجی واقعا نمیفهمم یعنی چی آقا. از بر من حاجی حرف حساب من اینه. این واقعا سخت ترین بازی اون دوران این بود. حالا این نه کنید دوستان، یه چیزی بخوام بگم، این بازی حدود 1 ماه از عرضه شدنش میگذره. حالا این نسخه اصلیش رو نداشته بودم ولی الان نسخه اصلیش اومده. اینو من حالا یه بابا دختر انقدر حرف نزن خدا وکیلی، هر ساعت نمون در میاره حاجی. خب داشتم میگفتم دوستان، من حالا یه چند دقیقه ضبط میکنم، حالا یه حدود 10 دقیقه یه روبی. بعد از اون میرم چی میگه حاجی؟ بعد این من حالا دارم اینو توی شبیه ساز موبایل بازی میکنم. یه شبیه ساز نینتندو واسه موبایله حاجی. سیوم کردم. خب من بعد استریم میام آموزش رو بهتون میدم که بیاین چطوری بازی رو اجرا بکنیم. حالا در ضمن من حالا اگه تونستم کانال تلگرامم میذارم، فعلا دارم روش کار میکنم. اگه تونستم اینو میذارم، اگه تونستم اینو یا یه فینیشر نامستم دمیج نزن. خب داشتم میگفتم من اینو حالا اگه تونستم کانال تلگرام رو درست میکنم. این لینکش رو براتون میذارم، میگم حالا کجا باید دانلود کنید. آموزش رو میذارم آجی، ویدیو رو میذارم یا جدا میذارم یا بعد همین استریم میذارمش آجی. چی میگه؟ آجی قابلیت جدید بهمون اضافه شد. خب میگه البی رو نگه دار، اکس رو بزن. چیکار میکنه؟ وات دا یه هر دفعه قابلیت جدید اضافه میشه به این بازی. یا حتی وقتی میمیرم میتونم به سر رو بزنم. حاجی مطمئن این بازی سخت ترین بازی بوده؟ من شک دارم به حرفش. یا یه فینیشر دیگه. نه حاجی از مورتال کامبت پلی گمه، از مورتال کامبت کپی گرفتم حاجی. من یادم واقعا این قابلیتی اون نسخه قدیمی نبودا. نامردا فینیشر میزنم بهتون بگین یومن. یس بیبی. میگه تنها کسی که رو اعصابه فقط همین نینجای فسقلی هن. Your piercing eyes make the perfect targets. چی شد؟ حاجی اینا چیز حاجی اینا نزن نامرد. ها فهمیدم حاجی اینا کمان دارن حاجی اینا. چی شد؟ با این صندوق منفی حاجی. بذار ببینم میتونم بازش کنم. چیکار کنم؟ نمیشه بازش کرد؟ بذار بار دیگه. بابا بزن دیگه. نمیشه حاجی. نه این فایده نداره. این مثل که قابلیتشو نداری. تو ببین درس عبرت. دوستان هر کی لایک نکنه همینجوری میشه وضعش. ها چی شده؟ وای حاجی قبیله ما رو زدن دار به داغون کردن. نه تو زدی ها؟ بذار دارم برات. من فعلا حوصله بحث کردم با تو یکی دیگه ندارم. بیا اینجا نامرد. اینجا ببینم. نباید به اینو بخورم حاجی، نباید به اینو بخورم. نه 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 نه
بیا درس عبرت. یه فینیشر بزن. یس بیبی. باشیم تازه روانی تو تاری تازه یاد میدی من باید چطوری اینجوری یه حرکتو بزنم ها. واقعا به خدا جی نمیفهمم سازنداش. حاجی راستی چیزی نگفتم. سازنده های این بازی سازنده همون بازی شورش در شهر 4 ان. حالا اگه اسمش درست گفته باشم شورش در شهر 4 بود دیگه. آره جی سازنده های این بازی سازنده های اون بازی شورش در شهر 4 ان جی که اون بازیش واقعا خیلی خوب بود. اون واسه موبایل عرضه شد ولی من نمیفهمم چرا اون برای موبایل عرضه شده بعد این برای موبایل عرضه نشده. واقعا عجیبه. سعی میکنم دوستان بازی و تا جایی که میتونم حالا همین یه دونه چپتر رو تموم کنم دیگه. سعی اومد بکنم. تو رو خدا نگاه کن تازه دارم آموزش میده به ما. ای در پدر شده جی بابا آموزش الان داره به ما میده. برو گم شو. تنها حرکتی که من تو اون سری یادم انجام میدادم همین بود جی. فقط همین بود. تو هم باید یه فینیشر بزنم ببینم چی میشه. اوه آجی اینا چیزه اینا عجیب. بس ببینم چی شد. جونش باش حاجی. این هیلره حاجی. این هیلره. این شده جی چه غلطی کردی. واقعا سخت ترین بازی اون دوران این بود. این چی حاجی مپ باش. ببینم نکنه نه نگو حاجی این نقشه داره. نقشه داره منم نمیشه حاجی. نه ببین نه اون که به اینا میشه جا به جا کنیم خودمون ها. نکنه میشه جا به جا کرد. بس ببینم چی میگه. fast travel to this point. ببین امکان نداره. بس ببینم قابلیت تلپورت داره لعنتی. واجی تلپورت کردم لامصب. واجی فکر نکنم من اینو تموم کردم. دوستان یا چیزی اگه دوست داشتیم اگه خوشتون من از این ویدیو بگی من پارتای دیگه رو درست کنم. این چه من پیدا کردم واجی چیه دقیقا. برش کن جلوتر میفهمی. واجی اینجا کجاست. فکر کنم یه آیتم مخفی این بالا باشه. بذارم میتونم بهش برسم. لامصب من که نخوردم بهش. نه واجی نمیشه اینجا فایده نداره. باید برم. آخه من نمیفهمم کارگردان این بازی کیه؟ حاجی باورم نمیشه. یعنی هر دفعه من باید برم یه جا یه در رو وا کنم بیا میبره برم. بیا سر خورج. این چیه؟ باز قابلیت جدید داد من. کاریو نماله چیه حاجی. بذار ببینیم چیه. من یه قابلیت جدید. بابا بی خیال من حریف این لشکر بشم. چی میگه زد ال و نگه داره. زد ال کدوم حاجی. من التی دارم آرتی حالت. من شاید اینا رو بگم. بزن نگاه دارم ببینم چی میگه. اوه میگه چیو بزن. میگه ایو بزن. ایو بزن ببینیم چی میشه. چی شد ها. وات چی شد الان. من نمیفهمم. یعنی باید جلوتر برم آیتم های مختلف به دست بیارم تا بیام اینجا. چه مسخره بازیه واقعا. من نمیفهمم یعنی چی. به خدا سریش اون PS2 شاجی سری 3 بعدی شاجی اون شینوبی 2 تا منسخه تو PS2 اونا بهتر بود حاجی. نینجایی میرفت با جنگکش میرفت آویزون میشد رو دیوار مثل اسپایدرمن. نامرد چرا میزنی. واقعا چه مکان زیبایی. چی زیبایی حاجی. اینا زدن پدر ما رو در بردن. زدن قبلی ما رو ترکوندن. این کیه؟ چه اجرام یه نفر اینجا پیدا شد. من فروشنده سیار هستم در خدمت شما. بس ببینم حرف نمیزنه حاجی. وایسا ببینم. یعنی تمام مدت فقط تو ذهنم داشتم حرف میزدم. ای تو روحت کارگردان این بازی کیه؟ خیلی خوب حالا بگذاریم از اینا. بگو ببینم پول همراهت هست؟ من چیزای خیلی خوبی دارم که بهت بفروشم. خودش رو دقیقا چیکار میکنی اینجا من نمیفهمم واقعا. تو کی واقعا؟ چیکار کنم؟ چی میگه به آجی فهمیده. داداش چیز درست درمون داری به ما بدی؟ حاجی ببینم چی داری دقیقا. او مای گاد حاجی اسکیل داره حاجی. این اسکیل داره.
چی شد؟ آبگرید واسه ببینم، یعنی بعد این مدالا واسه اینه فقط؟ چی میده حالا به؟ میشه اینو ولش کن، این به درد نمیخوره. این چی؟ این به درد میخوره، اینو میگیریم. چیکار میکنه؟ نه این به درد نمیخوره. این چی؟ نه این به درد نمیخوره، اینو میگیرم. خب دیگه چی؟ نه دیگه هیچ نمیتونم بگیرم. ولش کن، بریم ببینیم کجا میخوایم بریم. ولی فکر واقعا کیفیت رو نگاه کن آجی، دقیقا مثل نوستاج بودن شد. نمی کنم جان فقط همین فقط بعدی کنی چقدر شبیه آجی، بس ببینم چقدر شبیه آجی شاه میمون نیست؟ Kill that man. Stop at nothing to ensure he doesn't leave. حاجی نگو من بعدم اینو وای حاجی خدا رو شکر قرار نیست با همشون در گفتم. خب اینجا سیو میکنیم. بیا ببینم تو چند مرد علجی، بیا ببینم. Just so you know, I'm the one who burned down. حاجی من نمیفهمم چون ولی فکر کنم اومده میگه که تو اومدی به غلط کردن میافتی. مطمئنم. حالا بابا فکر کردی من به غلط کردن میافتم، عمرن تو به غلط کردن میافتی با من در بیافتی. And now, حاجی بنر شالگر چی میشه؟ بیا اینجا ببینم. بیا واسه ببینم این چرا اینجوری میکنه حاجی. من اون همه ضربه زدم تازه انقدر دمیج میدی بهم؟ یعنی چی حاجی؟ I'm gonna نامرد ببینم. یعنی چی؟ کجا بیسته؟ نامرد غلط کردم نزن نامرد نزن واقعا سخت ترین بازی اون دوران این بود. ببین واسه این اماجی نکنه من رفتم رو نورمال یا هارد آجی، اون آپشن چی بود دقیقا من نزدم آجی، فکر کنم تنظیماتش بود، تنظیمات دمج خوردن بود آجی. آجی قاب توانایی من از نشد، خدا رو شکر آجی میتونم دوباره استفاده کنم. وایسا فقط اون نوار من پر بشه، من میدونم تو. اوه بزن اینجا وایسا من بیا بودو. من حرفی ندارم یعنی وایسا آجی باید یه کاری بکنم اینجا، باید برم پیش اون چیزه، اون خوکه فایده نداره. وایسا بعد برم پیش خوکی درخواستی ازش بکنم. کجاست پس؟ نه اینجاست. تمام دارش خوبی. ببین یه درخواست کوچیک ازت دارم، میشه برام انجام بدی؟ ببین من یه آهنگ، ببین من با موزیک بیشتر با حالت مبارزه حال میکنم. خب یه آهنگی ازت درخواست دارم، میشه اون ببین یه آهنگ خیلی فانک. فاش دیگه چیه تو داری فوش میدی؟ همینایی که واسه ادیت استفاده میکنن دیگه، همونا رو دارم میگم. آها یه اونا آهنگ خیلی بریم بده، من برم حال او رو بگیرم، بعدا واسه جبران میکنم، بعدا سکی بیشتر واسه میارم. خب قبوله؟ دقیقا به موقع اومدی، همین الان یه آهنگ خوب بهت میدم با همون برو اشغال. دمتم گرم. یه لباس خفنم بهم بده داداش، قربون دستت. حالا شد. یا اینجا ببینم این دفعه دیگه زنده نمیذارم. رکمه رفتیم. finish him. اوی حاجی Fatality. همه سرویس. چی میده بهم؟ جون اضافه بهم داد، خدا رو شکر. چی میشه الان؟ ترانزیشن جاری چقدر داره. ببینم چند میدی در حد. ممنون واقعا. شخمی ترین درصدی بود که من تا حالا گرفتم. مثلا این آیتمات خب لعنتی من تا بخوام این آیتما رو به دست بیارم خیلی طول میکشه که ولش کن آجی دیگه. اینم از این دیگه، خوردن یه چند دقیقه بود، 20 دقیقه شد فکر کنم آجی. چی میشه حالا؟
وای حاجی این به صورت من خیلی واقعا بازی به شدت خوبی بود حاجی، واقعا لذت بردم. خیلی خوب دیگه بس دیگه حاجی، سرم درد گرفت. خیلی خوب حالا بریم سراغ نصبش. دوستان شما باید اول از همه یه برنامه شبیه ساز نینتندو رو نصب کنید که از بین اینا من دوتا رو بهتون پیشنهاد میکنم. یکی هستش نیوشو و یکی هستش یوزو. جفتشون خوبم واقعا، من واقعا استفاده میکنم. بعد از نصبشون شما باید برین سراغ حالا من نرم افزارش حالا اگه تونستم تو هم کانال تلگرامم که حالا درست بکنم، خدا کنه انشالله درست شه بذارم. شما بعد میاین چیکار میکنین؟ میاین تو گوگل سرچ میکنین سایت هایی که مخصوص بازی های نینتندو هستش و میتونین اون بازی ها رو راحت استخراج کنین، بریزین توی یه فایلی که همه بازی نینتندو رو توش داشته باشین. حالا سایت هایی که میگم چی هستش؟ یکی این سایت هست، این سایت به شدت خوبیه، من واقعا راضی ام ازش. میدونی چیکار میکنین؟ میزنین رو رامز، همه بازی هستش که من واقعا نمیفهمم. دیمن اسلیر 2 سگا اینو درست کرده، خدا وکیلی ناموسن. حالا این اولین سایت بود. شما میان چیکار میکنی؟ مثلا من میزنم رو مثلا حالا یه بازی حالا در نظر بگیر من میزنم روش، هم آپدیت داره هم DLC داره، همه چیزو داره، مثلا من رو میذارم. بعد این براتون میاد، بعد شما باید بزنین روی این کلیک هیر تو وریفی. حالا اینو روی میزنین، بعد میای این پایین 3 بار میگه باید اینو بزنین، میاین این پایین اینجا منتظر میمونین تا این تموم بشه، ثانیهش 10 ثانیه. بعد از اون یه بخش دیگه براتون میاد که میبینین دیگه، باید بزنین روی این، براتون میاد 3 بار باید بزنین روی این کلیک کنین، گم شد دیگه، باید بزنین روی این کلیک بکنین. بعد از اینکه همه اینا رو زدین، این واسط چیه؟ واجه این اصلا برای من اینجوری نبود، خدا شده اینجوری نبود. برنزن حالا رو گت لینک، حالا این برای شما میاد، میان رو چی میزنین؟ روی این بزرگواری که داره همینجور ثانیهاش کم میشه، اینا فری دانلود درست هم بزنین دوستان، این تخفیفا میاد نزنین روشون، میزنین رو این، بعد لینک بازی براتون میاد، میتونین دانلودش کنین. بله حالا میزنیم روی لینک استارت که زدیم، اینا بیا لینکش اومد، دانلودو میزنیم و سلام نامه تمام، بیا دانلود شده. حالا بعد از دانلود میایم توی فایل های خصوصیمون و اون لینک ها رو انتقال میدیم به یه دونه گیم. حالا من اینجا دادم گیم، حالا بازی هایی که توشون نینتندو هستش. دوستان سه چیز دیگه، این کلیدی هستش که باید وقتی میخواین شبیه ساز رو باز کنین این کلیده رو بذارین و یعنی نه میتونین وارد برنامه بشین نه بازی ها براتون اجرا میشه. بعد از اون سخت افزاری که بهتون معرفی میکنم زارچیوا رو نصب میکنی، میزنین روی لینک ها و بعد روی استخراج به مکان فعلی میزنین. بعد از اون وارد برنامه نیوشو یا یوزو میشین که هر کدومش دوستان اگر جواب داد که میتونین روی همون اجرا کنین دیگه، فرقی نداره دیگه، هر کدوم بهتر بود. وقتی وارد شدین همینجور داره اطلاعات رو جمع آوری میکنه که ببینه کدوم بازی جواب میده. بعد از اون شما میاد تو تنظیمات بازی روش یه نگه میدارین، همینجوری نگه میدارین. بعد از اون اینجا 2 تا گزینه هست که شما باید حتما بزنین، یکی ستینگ بازی هستش، یکی ادوانس که اون اینجا در این بخش چرا اینجوری شد، میاین توی این بخش اینجا حالا نزده اینجا این مالا چرا خالیه این من نمیفهمم چه بدش. میزنین روی این آپدیت و DLC ها میاد، بعد شما میزنین رو آپدیت و DLC، آپدیت ها رو پیدا میکنین روشون. حالا یکی که آپدیت ها هستش که روشون کلیک میکنین یه دونه ضربه کوچیک میزنین آپدیت رو میزنین
ولی واسه DLC ها اگه DLC ها زیاد بود میروشون نگه میداریم، انتخابو میزنیم، اینا براتون میاد. بس سلام. حالا بعد برای بخش ستینگش میان این کارو میکنی، میرین تو سیستم، اینو حتما توی بخش سیستم این رو بزنین روی 400. گرافیک اگه گوشیتون خیلی قوی نیست بذارین پایین تر. این هم حالا اومدم میگم کیفیت رو بردم باش بالاتر. حالا من این اول این بود دوستان، این اول این بود. بله من حالا اینو زدم دیگه، برای اینو بقیه‌شو کار نداریم. بعد میایم توی این بخش کدوم گزینه رو میزنیم، اینو میزنیم CPU، اینو میزنیم رو اکریت. حالا اگه تلفظش رو درست گفته باشم دیگه آقا جان دیگه من کار ندارم دیگه، متاسفم. بعد از اون میاین کلیک میکنین روش و بازی براتون اجرا میشه. و یه موضوع دیگه میتونین بازی استاپ بزنین. حالا اینجا در نظر بگیریم، اینجا میتونین تنظیماتش رو، اینجا آور آپشن رو میزنین، رو ادیت اوورلی میزنیم برای اینکه مثلا جاشون رو تغییر بدین، جای دکمه ها رو اینا رو. میگم مثلا من دارم تغییر میدم، بله تغییر دادم. بعد میاین حالا گزینه دیگه‌اش من دست نمیزنم دیگه، گزینه دیگه‌اش رو بهتره دست نزنیم، بهتره به نفعمونه. خب دیگه دوستان این هم از تمام نکاتی که گفتم. حالا هر کدوم شبیه ساز یا این یا یوزو فرقی نداره، ولی من حالا فعلا دارم یوزو میزنم چون این عرازه، این هالو نایت لعنتی. حالا اگه دوست داشتیم من فعلا اینا رو دارم، بازی خیلی خوبی هستش. اگه دوست داشتیم یا ادامه پارت شینوبی رو بذارم به همین سبک یا نه مثل سبکای مثلا همون سبک ساده استریم گذاشتن، یا اینکه مثل آقا پدرام و هاچ پاندا همون سبکا رو برم داستان تغییر بدم و اینا. و در ضمن این سه تا بازی دیگه هم هست، هالو نایت، بایونتا و گان گریپ. وای آجی گان گریپ، وای خدا آجی با این خاطره دارم. حالا اینا رو بگین تو کامنت ها، نظرتون رو بدین که نظر بدین که کدومو بذارم، ادامه پارت شینوبی یا از این سه تا بازی یه دونش رو بذارم. گزینا بایونتا، هالو نایت و گان گریپ. در ضمن یه موضوع دیگه هم لایک یادتون نره تو کامنت ها نظراتتون رو بدین، سابسکرایب هم فراموش نشه. فعلا بای.